ما شب ادراری داشتیم. اب نداره بگم شب خواب میدیدم که رفتم دستشویی، میگفتم خدایا خوابم بیدارم. با خودم کلی فکر میگفتم خدایا اگه خوابم بزنم تو گوشم میزدم میگم اوه درک کردم نه بیدارم. این دستشویی اون زمان بود که اینجوری زوزنقه بود، میرفت مغز کره زمین رو، از اونجا شما وقتی میشستی و روی این دستشویی که میخواستیم بشینی اصلا میگفتی الان میافتم پایین. از ترس اینا ما دستشویی نمیرفتیم شب. خب دستشویی هم ته حیاط، همیشه هم لامپش سوخته بود دستشویی ما. همیشه این لامپش میسوخت، تاریک بود، دستشویی نمیرفتیم. شب نصف شب خواب میدیدیم که الان خواب یا بیدار. یا وقت میدیم داغ شد، خراب شد. این بلند میشد، دو شکل میشد، لافه میشد، فرش میشد که یه وقت مثلا آقام باز میامد میگفت آخه اینقدر آب چرا میریزین، اسرافه. باز جواب آقا رو چی بدیم که برای چی قدر آب ریخت؟ اینا مصیبت بود دیگه. بعد ما میدیدیم که این مادر ما اینقدر رنج میبره، می‌خواستیم بهش خدمت کنیم. خدا ما میدونه مادر جان، ما به خاطری که می‌خواستیم به تو خدمت کنیم کارا می‌کردیم. بلند شدیم یه اقتصاد خاک به سرمون شده. یواشکی این شلوار برام داشتیم می‌بردیم رو بخاری خوش کنیم. این صبح میامد میفهمید بخاری رو می‌برد تو حیاط آب بکشه. ما گفتیم خوش کنیم که این به دردسرا نیفته، این باز بیشتر میشد زحمتش.